فتح مریخ و تأسیس دهه در این سیاره هدف ایلون ماسک است. مدیر شرکت SpaceX طرح فضانوردی را نشان داد که قادر است صدها مسافر و بار زیادی را در یک پرواز به مریخ برساند. میلیونر آمریکایی در این باره در کنگره بین المللی ستاره‌شناسان در شهر گوادالاخارا صحبت کرد. هدف اصلی دسترس کردن سفر به مریخ است. به حساب ما پروازهای اول بسیار گران می‌افتند و سپس قیمت سفر وابسته به بار گرفته انسان از 200 تا 100 هزار دلار پایین می‌آید. SpaceX نیت دارد فضانورد را بعد هر 26 ماه و زمانی به هم نزدیک شدن کره زمین و مریخ پرتاب کند، ولی همین مسافه کوتاه بیشتر از 200 میلیون کیلومتر خواهد بود و پرواز تا مریخ از 6 تا 9 ماه ادامه می‌کند. ایلون ماسک نیت دارد اولین انسان را سال 2024 به مریخ برساند. چنین پرواز ناسا آژانس کیهان‌آوردی آمریکا سال 2034 پیش بینی شده است. SpaceX می‌خواهد سال 2018 اولین فضانورد به سرنشین با نام اژدهای سرخ را به مریخ بفرستد تا شیوه فرود در سیاره را آزمایش کند. این فضانورد امکان می‌دهد به هر گوشه منظومه آفتابی پرواز کند. مثلا به برج کایپر. پرواز به دیگر ستاره‌ها را توصیه نمی‌دهم. اگر ایستگاه‌های سوختگیری تامین کنیم، می‌توانیم در تمام سیستم آفتابی سیاحت کنیم. حالا وظیفه اساسی ایلون ماسک پیدا کردن پول است، چون برای ساختن فضانورد در 5 سال آینده تا 10 میلیارد دلار لازم است. برنامه‌های مانند را شرکت‌های دیگر به مثل شرکت بلو اوریجین مؤسس شرکت آمازون کام دارد. درباره فاتحی کیهان مؤسسه‌های دولتی کیهان شناسی هم برنامه دارند. ناسا برای پرتاب یک موشک وزنین باربردار در سال 2018 آمادگی می‌گیرد و روسیه هم قصد دارد سال 2022 یک ایستگاه بزرگ کیهانی را پرتاب کند.